سلام به دوستان عزیز. امروز اومدیم دو تا ما ماینکرافت رو در مقابل هم بذاریم و ببینیم که کدومشون میبره. خب بزن بریم که بازی رو بکنیم چون خیلی براش دارم. اول آیرون گولم میذاریم 1 2 و 3. یه دونه دیگه میذاریم برای احتیاط و قوی ترین ماب ماینکرافت رو میذاریم. ببینیم آیرون گولم میبره یا قوی ترین ماب ماینکرافت. اول که یه دونه از آیرون گولم ها رو کشت، فکر نکنم ببره. رقابت سختی است. اگه ببره من یه دست دیگه هم میارم. برد. خب بچه‌ها، قهرمان این بازی ما کسی نیست جز قوی ترین ماب ماینکرافت. چقدر خودشو خوب نشون میده دیگه، بزرگی نگیر. خب حالا بریم سراغ اون یکی که باش بجنگیم. حالا بذاریم جادوگر میخوایم بذاریم. خب بکشش. ببینیم حالا میخواین چی کار کنید. بزنیدش به چرا باخ. بذار به آیرون گولم من بذاریم اینم حالا میخوای چی کنی. نصف جون. من تا اینو نکشم ولکنش نیستم. بمیر دیگه، بمیر. چقدر پرویی. نمیمیره. جادوگرم داره از اون ور آیرون گولم ها رو میزنه. یکم بیشتر زار میکنم. بمیر و آیرون گولم برنده شد به همراه جادوگر. کنون جادوگر ورشون نمیکنه، داره میزندشون. خب بچه اینا به دعواشون ادامه بدن تا ویدیوهای دیگه با من. خدا نگهدار.